اومدیم با یه آموزش مفید و رایگان برای کسانی که مبل خریدن و مبلشون رو با سیگار سوراخ کردن. نمیدونم وقتی میگم سوراخ خنده میاد که حتما حکمت توشه. بریم ادامه ویدیو. مواد لازم: یه تیکه پارچه از جنس مبل، یکم تیغ، چسب. بعد از اینکه اینا رو تهیه کردیم با همون تیغی که داریم پارز تیکه پارچه رو برمیداریم. نباید با پارزی که زیر پارچه است قاطی بشه چون ممکنه سیاه بشه پارزاتون. بعد از اون جایی که سوزوندین رو خوب با تیغ تمیز میکنید، جایی که سیاه سوختر هم برمیدارید. بعد از اون که تمیز کردین یه ذره چسب داخلش میریزین. بعد از اون پارزی که از اونجا برداشتین رو روش میذارین، خوب فشار میدین، بذارین تا خشک بشه نیم ساعت و آخر کار. امیدوارم لایک و دنبال کردنم یادتون نره.